کسانی که در قلوبشان فتنه است، مرض است، فسق است، فجور است، به دنبال همین متشابهات میگردن و این رو حرامی رو که الله و رسول حرام کرده اما در اطرافش بعضی شبهاتی هست، این رو چیکار میکنن؟ برای مردم حلال میکنن. و این یکی از صفاتی از ویژگی است که در آخر زمان رخ میدهد. کسانی میان که حلال الله رو حرام میکنن، حرام رو حلال میکنن و میگن این از طرف الله سبحانه و تعالی است و سبب انتشار فسق و فجور در جامعه میشوند و این غلط است و این اشتباه است. الله تبارک و تعالی در سوره فرقان در آیه 77 میفرماید والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. از ویژگی های عباد الرحمن که در چند آیه قبلی بیان میکنه و در چند آیه قبل از این آیه بیان میکنه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، در ادامه او آیه که توصیف عباد الرحمن و بندگان نیک را میکنه، یک ویژگی بسیار خاصی را برای عباد الرحمن و برای مسلمانان واقعی بیان میکنه. در این بیان میکنه ترجمه ای آیه از این قرار هست والذین عباد الرحمن و بندگان نیک الله کسانی هستند اذا ذکروا بآیات ربهم، زمانی که یاد آورده می شود برای آنها آیات ربهم، نشانه های پروردگار، آیات قرآنی، دلایل اسلامی برای آنها گفته می شود، لم یخروا علیها صما و عمیانا، و این آیات خود را نمی اندازند به صورت گنگ و به صورت کر و کور خود را نمی اندازند. یعنی الله تبارک و تعالی در این آیه اشاره میکنه، میگه وقتی احکام الهی و وقتی دین مبین اسلام را قبول میکنی و هر آیه‌ای که برایت خوانده میشه لازم و ضرور هست به عنوان مسلمان در این آیه تدبر بکنی، در این آیه تفکر بکنی. اگر این حکم اسلامی بر اساس آیات قرآن ثابت شده، تمام آیات قرآن را کنار هم بگذار، ببین چه نتیجه میگیری. احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را کنار هم بگذار، نظریات علما را کنار هم بگذار و بر اساس این نظریات یا قبول بکن یا رد بکن. نه کورکورانه یک مسئله را رد بکن، نه کورکورانه یک مسئله را قبول بکن. اینجا یک اشتباه خیلی بزرگه این برادر عزیز ما مرتکب میشن که فرق بین آیات الهی و فرق بین احکام الهی رو اصلا نمیفهمه. آیات الهی چی است؟ احکام الهی چی است؟ ما در قرآن کریم داره و من آیاتی ان خلق لكم من انفسکم ازواجا و من آیاتی و من آیاتی، این نشانه های قدرت الله سبحانه و تعالی رو بیان میکنه و این آیاتی است که ما باید در رو تفکر بکنیم، تدبر بکنیم در خلق الله سبحانه و تعالی، در زیبایی هایی که در دنیا هست، در به اصطلاح پیچیدگی هایی که در خلقت است. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع وانزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد الى اخره ان فی ذلك لآیات لقوم یعقلون. و همه این نشانه ها رو ذکر میکنه، بعد میگه در این نشانه ها آیاتی است از اثبات الهی، قدرت الهی برای قومی که عقل دارن، فکر دارن، تدبر میکنن، تفکر میکنن. این آیات الهی است، این احکام الهی است. در احکام الهی تو حق تفکر و تدبر نداری برادر عزیز. احکام الهی توقیفی است. الله گفته نماز بخوان، چشم. الله گفته روزه بگیر، چشم. الله گفته حج بکن، چشم. الله گفته به پدر مادرت نیکی و احسان بکن، چشم. نه، من میشینم در مورد این احکام الهی بعد آیات رو کنار هم میگذارم با فهم ناقص خودم، بعد میبینم این آیات رو کنار هم که گذاشتم اینطوری میکنن بعضیا، نه آیات کنار هم میذارن بله در قرآن تناقضات وجود داره، احادیث رو کنار هم میذارن باید بله آیات با احادیث تناقضات داره، بعد احادیث رو کنار هم میذارن احادیث با احادیث تناقضات داره. یک حدیث ضعیف رو میگیرن در مقابل یک حدیث صحیح قرار میدن، بعد میگن این دوتا با هم تناقض داره. مثل که حکمتیار صاحب گفته بود که بخاری احادیثش با هم دیگه تناقض داره، یا بخاری با قرآن تناقض داره، یا بخاری با بقیه احادیث تناقض داره. تناقض در اینا نیست، تناقض در فکر شماست. شما نفهمیدید که تفکر و تدبر در کجا باید بکنی. یعنی کجا باید حرف بزنی، کجا باید مستراح بری، کجا باید بگردی، کجا باید علم بیاموزی. اینا رو شما نفهمیدید. اینا رو باید بفهمید که تفکر و تدبر در احکام نیست. آیات احکام آیات توقیفی است. یعنی خلاص حکم نازل شده، پیامبر بیان کرده، صحابه تشریح کردن، اجماع امت هست، خلاص است در این مسائل. الا اینکه مجتهدی باشه که در اموری که منصوص نباشه، قال الله و قال رسول در اونجا نباشه، این میاد اجتهاد میکنه در سایه قرآن و حدیث. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه رو پیامبر صلی الله علیه و سلم به یمن فرستاد، گفت با چی حکم میکنه؟ گفت به کتاب الله. گفت اگر چیزی در کتاب الله نبود، گفت به سنت رسول الله. گفت چیزی در سنت رسول الله نبود، گفت اجتهاد میکنم.
دستشون زد دست مبارکشون زدن به سینه معاذ رضی الله تعالی عنه، فرمودن که الحمد لله الذي وفق رسول الله، سپاس پروردگاری را که فرستاده رسول الله رو توفیق داده که در راه قرآن و سنت قدم برداره. امور عبادات امور تفکری نیست که برادر عزیز شما در قرن 20 بشینی بگی والله قرن حزن و اندوه هست، مردم ها همه استرس دارن، بیایم ما در آیات تفکر بکنیم، در احادیث هم تفکر بکنیم، یکم هم تعقل بکنیم، بعد از اون بیایم چیکار بکنیم؟ موسیقی رو حلال بکنیم که مردم یکمی خوشحال بشن. دین الله است، مسخره که نیست. تفکر و تدبر در آیات الهی است. در آیات الهی شما برید خاصا آیات مکی رو ببینید، در آفاق و در نمیدونم و فی آفاقی و فی انفسکم افلا یعنی همه این تفکر و تدبری که از ما خواسته شده در انفس ما هست، در آفاق هست، در کائنات هست، در موجودات هست. نه اینکه گفته شما بشینید در احکام الهی تفکر و تدبر بکنید بعد به یک نتیجه عجق وجق برسید با 4 تا دلیل لایت چسبک بیاید برای مردم بگید والا موسیقی حلال است. این هیچ حرف کودکانه است والله. یعنی یک کودکی که امروز سال اول یک مدرسه بره این رو متوجه میشه که نباید این کار رو بکنه. من تعجب در شما دارم که چطور این حرف رو میزنید که در آیات احکام الهی بیاییم ما تفکر و تدبر بکنیم. بله تفکر و تدبر در جوانبی که ما بیاییم فواید این احکام رو، دروس این احکام رو، نه در حلیتش و در حرمت شما بیایید تفکر و تدبر بکنید و با عقل ناقص خودتون. شما کی هستید که میخواید در حلال و حرام الهی بیایید تفکر و تدبر بکنید؟ تعجب میکنم والله. الله تبارک و تعالی برای بندگان رحمان هست. امروز وقتی یک موضوعی را اگر انسان خواسته باشه مطرح بکنه و اون موضوع یادآوری باشه، الله تبارک و تعالی میگه فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. فذکر یعنی یادآوری بکن مسائل دینی را، احکام دینی را، مسائل اسلامی را برای مسلمان ها یادآوری بکن. به خاطر چی؟ به خاطر که فإن الذکر تنفع المؤمنین را تذکر بده، تذکر به امور دین بده، نه اینکه حلال رو حرام کن، حرام رو حلال بکن. این کار الله هست، این امور توقیفی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگن حلال الله سبحانه و تعالی تا روز قیامت حلال است و حرام الله سبحانه و تعالی تا روز قیامت حرام است. امروز اگر یک حکومتی بیاد مثلا یکی از احکام شرعی رو معطل بکنه، ممنوع بکنه، مثلا در حکومت تاجیکستان آمد حجاب رو ممنوع کرد، آیا دلیل بر این است که در تاجیکستان حجاب حلال است؟ اکثریت هم در پارلمان رای دادن، گفتن در پارلمان تاجیکستان گفتن که حجاب ممنوع باشه و تعداد کثیری از علما و دعوتگران دین فروش تاجیکستان هم آمدن گفتن که بله چیزی که جناب عالی میگه درست است. پس این دلیل شد که در تاجیکستان حجاب حرام است. چطور چه فکری دارن اینا؟ من تعجب میکنم. مؤمنین ها منفعت داره. به کدام مؤمنین؟ مؤمنینی که لم یخروا علیها صما و عمیانا، مؤمنینی که کرکور به دنبال یک قضیه نمیروند بلکه تفکر میکنن، تدبر میکنن، دلایل را مینگرند، تمام ابعاد را مینگرند و بعد از او قضیه را مورد نظر و مورد قبول یارد واقع میکنند. مؤمنین میان دلایل رو میبینن و بر اساس عقل خودشون قبول میکنن یا رد میکنن. آیات الهی رو مؤمنین میارن، احادیث پیامبر رو مؤمنین میارن، بر اساس عقلشون تفکر و تدبر میکنن، بعد یا قبول میکنن یا رد میکنن. بنازم این دین رو دیگه که بازیچه دست کودکان شده دین. در این روزها یک ویدیویی چند روز پیش شما دیدید ما در مورد موسیقی نظریات علما را بیان کردیم و وقتی واکنش برادران عزیز خود را دیدم، واکنش یک عده از عزیزان را دیدم که در زیر این پست کامنت گذاشته بودند و حتی مستقیم برای من تماس گرفتند، این واکنششان را دیدم که یا قرآن کریم را گذرا و بسیار ساده گذر کرده بودند. ببینید در اون برنامه وقتی میام مسائل در علمایی که موسیقی را مباح میدادن دلایلشان را بیان میکنم، علمایی که موسیقی را حرام میدادن دلایلشان را بیان میکنم، شما هم بیاین تدبر بکنید، تفکر بکنید، کورکورانه همون قضیه‌ای که قبلا برایتان گفته شده یا قبلا خودتان در یک منبع دیدید همون مسیر را ادامه ندهید. به صورت واقعی و به صورت صحیح روش مسلمانی خود و در روش قرآن عیار بکنیم. روش قرآنی هست که هر قضیه را باید تفکر و تدبر بکنیم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته موسیقی حرام است، شما باید برید تفکر و تدبر بکنید بگید موسیقی حلال است. بابا جان چیزی که برای ما گفته شده ما کورکورانه قبولش میکنیم، قرآن رو کورکورانه قبولش میکنیم، حدیث رو کورکورانه قبولش میکنیم.
چون الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیاره. وقتی که الله و رسولش حکمی را صادر می کنند، هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن حق ندارد در اینجا نظر خود را بیان بکند. تمام شد، این دروازه بسته شده. برو در هر چیز دوست داری نظر بده، در قال الله و قال رسول تو حق نداری که نظر بدی. این حق هیچ کس به تو نداده. اطیع الله و اطیع الرسول گفته، اطاعت از الله، اطاعت از رسول، بدون چون و چرا. اطاعت مطلق یا به قول شما کورکورانه. والله بالله و تالله افتخار میکنیم که ما کورکورانه از قرآن متابعت میکنیم، کورکورانه از الله سبحانه و تعالی متابعت میکنیم، کورکورانه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت میکنیم. چرا؟ الله متعال میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بگو اگر شما الله رو دوست دارید از من محمد صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید. پیامبر رو نفسش رو الله تزکیه کرده، چشمش رو تزکیه کرده، تمام وجودش رو تزکیه کرده. میگه و ما ینطق عن الهوا، زبانش رو تزکیه کرده. ما زاغ البصر و ما طغی، چشمش رو تزکیه کرده. شما رو که تزکیه کرده که شما باید نظر بکنید بگید حلال است یا حرام است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شارع است، قرآن شارع است، الله شارع است. نه اینکه ما بشیم تفکر و تدبر بکنیم در آیات و احادیث رو کنار هم بگذاریم بعد بگیم نظر ما این است. تو کی هستی؟ چی هستی تو؟ پیغمبر هستی؟ شارع هستی؟ وحی بر تو نازل میشه؟ واقعا حرف کودکان هستین؟ شما آیاتی که انسان را تشویق و تفکر و تدبر کردن در احکام و در موضوعات و در خلقت و در آفرینش و در تمام اینها میآید، شما مطالعه بکنید. اکثریت آیات قرآن وقتی میاد ما رو به تفکر وامی داره. مسئله زنده شدن بعد از مرگ وقتی الله تبارک و تعالی میاد برای ما نیست. تفکر در احکام نیست. زنده شدن بعد از مرگ حکم نیست. به چه زبان بگیم آخه؟ شما به ایمان داشته باشید که بعد از این مرگ شما زنده شدنی هست و بازپرسی هست. مثال میده کسایی که انکار میکنن، میگه او کسی که شما را از عدم به وجود آورد، برای دست داد، پا داد، برای قلب و تمامی اعضا و جوارح داد، برای فکر داد. تفکر تدبر در آفرینش است، در زندگی بعد از مرگ است، در مرگ است، در عذاب است، در قبر است، در احکام نیست. هیچ کس حق تفکر در احکام نداره، چون احکام رو الله و رسولش صادر میکنن، نه من و تو. خلق شدی از عدم تو رو به وجود آورد. این که موجود هستی تو رو نمیتونه به وجود بیاوره. الله تبارک و تعالی به هر چیز یک مثال عقلی بیان میکنه و فکر و عقل و منطق الله برای ما به همین خاطر داده. دینی که کورکورانه دنبالش برویم، هر متن عربی رو میارن و برای ما به خورد ما میدن و میگن همین دین هست. اون زمان دین ما به مسخره گرفته میشه، مسلمانی ما به مسخره گرفته میشه. خود ما متن عربی نیست. قرآن و حدیث برای تو هر متن عربی است. توهین است به متون دین، توهین است. هر متن عربی رو برای میبرن. قرآن و حدیث برای شما متون عادی است که هر کس برای شما بیاره؟ والله قرآن و حدیث رو هر کس برای من بیاره و ثابت بشه که قرآن و حدیث هست، میگم کورکورانه قبولش میکنم. تمسخر واقع میشیم. کشور ما عقب میمانه، فکر ما عقب میمانه، خانواده ما عقب میمانه، دختر ما، پسر ما همه عقب میمانن و از این قافله دنیا در قرن 21 یک قافله عقب مانده. از این قافله دنیایی که در اون فسق است، فجور است، اوریانی است، موسیقی است، کنسرت است، نمیدونم سینماست، هالیوود است، بالیوود است، از اونها ما عقب میمانیم اگر که ما موسیقی رو حلال نشمریم. الی جهنم و بئس المصیر. اصلا نمیخوایم این پیشرفت و این تقدم و این قافله سال 2024 رو.